مادری کودک فرزندکای خورد 3 ساله و 5 سالش در آغل بسته بکنه برای بخلشکه بفروشه؟ مگر همین از غمخوری دولت؟ مگر همین از آبادی دولت؟ مگر همین است بهشت؟ مگر همین از جامعه سالم؟ مگر همین از امنیت؟ مگر همین از آبادی؟ شما از کدام آبادی گپ میزنید؟ یک بار عقل سالم کار فرمونین که شما در کدام موضوع داره بحث میکنین؟ و مثل این زن در آقل صدها و هزارها ما در هر برنامه یکی نشان میتیم. آینه هستیم برای کورا نشان میتیم که ای کور، ای مسئول کور، این زن در آقل خوبه. تو اگر اونقدر انصاف و ایمان داری برو زن پیدا کن، برو در رسانه بگو ای صدای مردم این همه را خونه دادم زنک تا بگیر. من از همین منبر میبرم میگم ای احسن شما مسئولیتون انجام دادین. میکنین من برای شما جسدی بجان تاجیک در روسیه نشان میتم، سفارت برای جسد بر تاجیکستان، من مردانه میبرم میگم مسئولیت انجام دادی. احسن. میخواستم گپ نزنم اصلا در این باره، اما نمیشود بعضا مورد با کی برسونم پیغامه، با کی خطاب بکنم، با کدام طبقه انسان ها، کی میشونیده باشه، کی حس میکرده باشه، کی پروای چیز داشته باشه، من نمیدونم. برای من واقعا سخت است شخصا دیدن همین منظره. برای یک جوان مرد برام سخت است که یک زن، یک مادر، شاید همین مادری من باشه، شاید مادر یک کس دیگه باشه، شاید یک مادری که شوهرش از دست میتیه دیگه هیچ سرپناهی نداره، فرزندی بزرگ نداره که برای در مهاجرت کار کنه، پس میمونه در فضا، نه مطلق میمونه و باید اولین حرکتی که بکنه به سمت کی؟ به سمت حکومت. و حکومت مسئولیت داره. اگر همین روز در تمامی حرفا ما در این برنامه مقابل دولت گپ میزنم، وطن گپ میزنم، اگر همه را اشتباه میخواین، لیکن در همین نقطه شما ضعیفین، در همین بحثی که من میکنم شما ناتوانین که مسئولیت 100% حکومت است که قانونگذاری کشور میگه مادر و کودک زیر حمایه غمخوارانه دولت قرار داره. بر پدر او غمخوارانش نالد که همین بود است در آغل. اگر غمخوری دولت همین بود است که مادر با 4-3 کودک خوردش که یکیش در گوهره در آغل خواب است، پس وای به حال او به غمخوری دولت. هیچ چیز از زبان لاهوتی نیست، از زبان سینا نیست، از زبان قانونی که خودتان قبول کردین، قانونی که تجاوز شده است اما شما قبولش دارین و دستانه در بالای اون گذاشتین، سوگند به او خوردین و نمیدونم قسم خوردین، چون کنستیتوسیا ما را بزن نگفتین، چیزی نگفتین، او دیگه ولش کن. اما در همون جا میگه که مادر و کودک زیر حمایه غمخوارانه دولت قرار داره. ای بناموسا، مگر غمخواری دولت همین است که کودک در گوهره خورد در آغل خواب کنه؟ مادری کودک فرزندکای خورد 3 ساله و 5 سالش در آغل بسته بکنه برای بخلشکه بفروشه؟ مگر همین از غمخوری دولت؟ مگر همین از آبادی دولت؟ مگر همین است بهشت؟ مگر همین از جامعه سالم؟ مگر همین از امنیت؟ مگر همین از آبادی؟ شما از کدام آبادی گپ میزنید؟ اینقدر خداوند شما را کور کرده است، کار کرده است که آه این مادر را نمیشنوید. اینقدر شما بناموس شدیم یک گروه ما که شما حس نمیکنیم که ای مردم وظیفه حکومت است، بر پدر یا حکومتدار نلد وظیفه حکومت است که این زن برای خانه بته. میفهمین؟ این زن حق زندگی داره، فرزند این زن حق مکتب رفتن داره، فرزند این زن حق بیمارخانه در رفته خوابیدن داره، فرزند این زن حق باغچه کودکانه رفتن داره، حق بازی داره، حق غذای سالم داره، حق بهترین لباس داره در تن. میفهمین؟ اما شما چی آبادی میگین برای من؟ میبرین توی بختری خلات نقل میکنی.
ای مردم آبادی نیست، بهشتی نیست، شما تهمت در حق بهشت نکنین. یک بار عقل سالم کار فرمونین که شما در کدام موضوع داره بحث میکنین. و مثل این زن در عاقل صدها و هزارها ما در هر برنامه یکی نشان میتیم. آینه هستیم برای کورا نشان میتیم که ای کور، ای مسئول کور، این زن در عاقل خوبه. تو اگر اونقدر انصاف و ایمان داری برو زن پیدا کن، برو در رسانه بگو ای صدای مردم این امیر خونه دادم زنک تا بگیر. من از همین منبر میبرم میگم ای احسن شما مسئولیتون انجام دادین میکنین. من برای شما جسدی بجان تاجیک در روسیه نشان میتم، سفارت برای جسد بر تاجیکستان من مردانه میبرم میگم مسئولیت انجام دادی احسن. من برای نوارهای نشان میده که مردم در کدام حالت قرار داره، مردم برای فردا غذا نداره، بر از بودجه کشور مبلغ جدا کن براش غذا بده. باز هم میگم احسن مسئولیت انجام دادی. تعریف میکنم، سنگ نمیزنم، زید در این نقطه گپ نمیزنم، چون من خائن وطن نیستم، چون ما در مقابل وطن حرف نمیزنیم، در مقابل کاری خیر یک نفر ما حرف نمیزنیم. اما وقتی یک چون آینه میبریم برای شما میرسانیم مدام مسئولیت انجام نمیتین، پس گجای این خائن بدن، از گجای این خیانت کردن به وطن و به ملت، از گجای این بروین یک نفری با عقلت، با خیرت، داناترت بروین همین نقطه را برای ما شرح بدین یا که ما نمیفهمیم. من همچون یک آینه برای شما کورا نشان دادستم که ای حکومت، او زن با همین یک کودک خوردش در عاقل خواب است بیچاره، غذا شبی در یک طبق چوبی نان ریزه کرده است، شاید رالتون در آب جوشانده است، در بالای این میپرته میخره. من ایرا میگم اصلاح کنین شما، مگر همین از خواهین؟ مگر بگذار من خواهیم باشم اگر من از این زن دفاع میکنم، بگذار من خواهیم باشم اگر همین دفاع کردن من، نشان دادن همین مصیبت برای شما احمقا ببینین خیانت باشه، بگذار من خیانت کرده باشم. ولی این خیانت نیست، این مسئولیت است که باید مشاوره حل بکنند، باید در پارلمان مسئله کم بزرگی بحث شود، باید در تلویزیون و رادیوهای مسئله بحث شود، باید جامعه سالم این نقطه را ذکر بکنه، در شهرداری، در ناحیه، در هر یک وزارت و اداره که مسئولی بخشد اونها باید این نقطه را گپ زنند. اما بعد در برابر همه اینا که خاموشن، معاش میگیرن، ما بدون کدام معاش، بدون کدام نمیدونم درآمد میبریم گپ میزنیم برای شما میرسونیم، بجای یک نفر برای بگه برادر واقعا درست میگی، مصیبت هست، مشکلات در وطن هست، اما زباناتون همین خدر باز هم سنگ زدنی. او مسئولیت حکومت هم میگم انجام بده باید. خوب فکر کنید برادرای عزیز که ما را میبینین، خوب اندیشه کنین که حال ملت در کدام سطح قرار داره. برای ما زندگی ساختیم، برای ما خواب مبلغ پیدا کردیم، میخریم، خصوصا با برادرایی که زندگی خوب دارین، بهترین زندگی دارین. یک کمی وقتی خودتون جدا کنین در این مسئله، فردا مطمئن باشین دنیا با آخر میرسه. برادرها از من شاید بعضیاتون اهل علم از من بهتر میدونین، ولی یک چیز مسئولیت میگن. خداوند انسان خلق نکرد که همین بخره بمونه بره و تمام، به این خاطر ما را خلق نکرد، وگرنه ما را قورباغه میکرد، وگرنه ما را برای قربانی یک چاروای دیگر میکرد، ولی ما را انسان کرد و برای ما مسئولیت داد. مسئولیت خودت انجام بدین، هر یک تاتون در نزد وجدانتون همین منظره را ببینین، در نزد وجدانتون مسئولیت انجام بدین که خدایا من چی کاری کردم میتونم، من چی مسئولیت دارم برای همین زن، برای همین بیچاره ها، مظلوم ها، به کسایی که نمیتونن دیگر فرار از وطن کنن، نمیتونن بیان در یک جا، در یک کشورهای خوبتر و بهتر زندگی بسازن. خب من که تو نیستم، من که آمدم، خب مسئولیتی من چی است برای این؟ از من بهتر آیات قرآن میخونه، میگم بشینم گریه کنم در قرائتون، ختم قرآن میگه که امر معروف میکنین، همین قدر یک مسلمان با هم مسلمان میخونه که تمام میگی دیگه، همین مسلمانان رو همه را با آغوش بگوین تو برادری منی. ولی در ایجا همون آیات قرآن، همون احادیث پیامبر، همون نقطه هایی که یک مسلمان با هم برادر خوان، نوابسته از خونش، جسمش، رنگ و پوستش، گفت شما برادر هستین، همین را انجام داده میتونیم.
بیاین پس زیر یک پرچم سر بلند کنیم. اگر در حرکت مشکلات میبینین اصلاح کنین، اگر اصلاح نیست حرکت بکشین، پیش حرکت کنین، کوشش کنین برای اصلاح جامعه. یعنی من نمیگم که برین انقلاب بگین، نو برای اصلاح همین یک کار را بگین. درست از برنامه ما کمی تندتر است، ما کمی سخت گپ میزنیم چون ما میدونیم که دیگر راه حل نیست، اما شاید کسی از شما راه حل دارین، کسی بهتر و خوبتر میدونین. پس بیاین یک جامعه بسازیم، زیر یک پرچم یک جایه شویم، غم این ملت، غم این بیچاره ها را، غم این بی‌پرستا را، غم این مظلوم را بخوریم. پس او زندگی تنها با نان و خونه نیست، فقط خوردن نیست که ما بخوریم خوب کنیم. این مردم فقط نیست که 5 وقت نماز بخون دیگه کاری نگیر، نه، او یک رکن عبادت است. 10 ها نماز، 100 ها نماز عبادت است که باید انجام بدی. 100 ها مسئولیت به گوش ما و شما است نزد پروردگار، ما باید او را انجام بدیم، فرد ما جواب میتیم. پس بیاین در این مسئله ما جدی ببینیم. کجا را نگاه میکنین؟ کی را نگاه میکنین؟ با امید کی هستین؟ یک عمر موندنی هستین فکر میکنین؟ نه که موندنی نیستیم، میدونیم که موندنی نیستیم. پس مرد زیستن، مرد مردن بهتر از اون نامردی است. از چی میترسیم؟ یک برادر پدرش، خب من نام و فامیلش نمیگم اما بر طور مثال میگم، همینقدر نازک حرف میزنه که میگه گپی ما اتریش که نفهمه. برای چی؟ برای که پدر من 15 سال زندان است، من نمیخوام بلاش فشار بیارم. ای برادر، الکای ظلم دیده 15 سال بدون گناه زندان کردم پدرتا، باز کدام فشار، باز کدام ظلم میخوایی؟ همین خودش ظلم نیست؟ برای خودت چی لازم دیگه؟ پدری که تو را کلان کرده است، نان داده است، به وای رساند، امروز بردن محکمش کردن، تو میگوی من نمیخوام گپ مرا دیگه کس بفهمه که پدرم غم میتن، در زندان غم میتن. الکای همون ظلم براتون کردین دیگه. او وقتی آمده است که کمر کو فرزنده که کمر ببنده به خاطر آزادی پدر بگذاره و در نظم زندان خونش بریزه، اما به خاطر پدر بریزه. آخه پدر بفخره برای او فرزند، مادر بفخره برای او فرزند. دیگر چی مانده است؟ بعضی همونا پدرها و برادرها رو یک عمر زندان کردن، دیگر چی مانده است؟ از همین ما چی مانده است که بگیم که ظلم نکنن؟ زیادی بعد حرف زدم، شاید کسی ناراحت کرده باشه، من معذرت میخوام.